درود تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم پنجشنبه ششم ماه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه بازداشت امام کلابور برای آدمکشی‌های سالهای جنگ، از جمله قتل پلکوونیک عزت کوگانوف. ترکیه بدیعالزمان پیشوای تبلیغ‌های تاجیک را آزاد کرد. 19 کشته، 87 زخمی. اعلان تلفات تاجیکستان در جنجال مرزی با قرقیزستان. تقدیر وارخ چگونه حل شد؟ برخی نتیجه های مذاکرات معلوم شد. امام علی نصرالدین زاده یاردمچی نو امام علی رحمان شد. سیل در خوبالینگ و مومن آباد و ریزش کوهپاره در ونج و پنجکین. شورای علما عید فطر روز 13 مای زکاتتان را به عائله های شهیدان دهید. و اکنون تفصیلات خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که مفتشان شعبه تفتیش جنایت‌های مخصوصاً وزنین ریاست کوفتوکوف جنایتی وزارت کارهای داخلی اخیراً یک سلسله جنایت‌های پرسر و صدای سالهای جنگ شهروندی را آشکار کردند. چند بیوک فرانت خلقی را که برابری امامالدین اسماعیلویچ مرادوف ملقب با امام کلابور، ساکن دهه مدنیت جماعت ثروت استقلال نایه کوشانیان را سالهای 90 در وادی وخش بیدادگری میکرد، بازداشت کرده است. همراه امام کلابور برادر او مرادوف نورالدین اسماعیلویچ و هم مسلکش آدینایف سیموهیدین پیر محمدویچ دستگیر شدند. با گفته تفتیشات، اعضای این گروه ماه فوریه سال 1995 در حدود شهرهای کلینین‌آباد و قرغن‌تپه با استفاده از سلاح به غارت مال و ملک ساکنان آسایشته دست زدند. از جمله در کوچه عینی شهر قرغن‌تپه امام کلابور دو ساکن این شهر جمعه نظر براتوف و نومانجان عبدالرحمانوف را از اتومات کلاشنیکوف پرانده است، ولی جبری دیده ها با وجود جراحت های وزنین برداشتنشان زنده ماندند. اینچنین ماه اپریل سال 1994 امام کلابور همراه توشف اسماعیل احمدویچ در دیدبانگاه شغلا کارمندان میلیسا را از اتومات‌های کلاشنیکوف تیرباران کردند که در نتیجه چند نفر زخمی شدند. همچنین ماه ایون سال 1995 در مراسم نماز جنازه اصایف خیرالدین امام کلابور همراه همان اسماعیل توشف فرمانده بریگاد تعینات مخصوص وزارت مدافع تاجیکستان پلکوونیک کوگانوف عزت‌الله عبدالصمدویچ استقامت کننده نویه بختر را با سلاح اتومات کلاشنیکوف به هلاکت رسانیدند. عزت‌الله کوگانوف یکی از فرماندهان جوان ولی پرنفوذ فرانت خلقی در وادی وخش به شمار می رفت و بعد کشته شدن فیضعلی سعیدوف به جای او فرمانده بریگاد تعینات مخصوص تعیین شده بود. عزت کوگانوف سال 1993 وقتی همگی 22 سال داشت صاحب رتبه پلکوونیک شده. سال 1995 در سن 24 وکیل پارلمان تاجیکستان انتخاب شد. از بس که قانون انتخاب به پارلمان تا سن 25 اجازت نمیداد، عزت کوگانوف در حجتهایش سال تولد خود را 1969 عوض کرد. ولی کوگانوف که آن دوران برای گسترش قلمرو نفوذ در وادی وخش با پلکوونیک محمود خدایبردیف دست و پنجه نرم کرده بود. همگی چند ماه بعد انتخاب شدنش به وکیل پارلمان کشته شد. امام کلابور به گفته وزارت کارهای داخلی باز در چندین قتل و غارت در سالهای جنگ عیبدار می شوند. ترکیه یکی از رهبران تاجیکستانی جماعت تبلیغ را که در بین پیروان این حرکت مذهبی در تاجیکستان ممنوع با تخلص بدیعالزمان مشهور است از بازداشت آزاد کرده است. یکی از نفران نزدیک به بدیعالزمان به شرط ذکر نکردن نامش به پایگاه خبری بامداد خبر داد که مقامات ترکیه او را روز 3 مای از بازداشتگاه پندک شهر استانبول آزاد کردند و بدیعالزمان فعلا در نزد اهل خانواده‌اش قرار دارد. به گفته این منبع بدیعالزمان ماه نوامبر سال 2020 در استانبول با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شده بود. او افزود که پیشوای تبلیغی های تاجیک چند سال پیش هم در ترکیه دستگیر شده بود، ولی ترکیه آن دفعه نیز از استرداد او به دوشنبه خودداری کرده بود. تا کنون مقامات تاجیکستان درباره در ترکیه بازداشت
و اینک آزاد شدن رهبر تاجیکستانی جماعت تبلیغ و آیا در جستجو قرار داشتن یا نداشتن او رسما شرح ندادند. به سامانه بامداد میسر نشد که نام اصلی بدیع زمان را معلوم کند. پیروانش او را با همین تخلص نام میگیرند و میگویند به دلیل های امنیتی در میان آنها پرسیدن نام اصلی پیروان جماعت تبلیغ امر چندان مقبول دانسته نمی شود. جماعت تبلیغ یک رویه مذهبی است که از سال 2006 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود این کشور ممنوع اعلام شده است. در این بین دهها پیرو این سازمان در تاجیکستان بازداشت و به زندان محکوم شدند، ولی قسم دیگری پیروان این سازمان مذهبی ترک تاجیکستان کرده در خارج زندگی و فعالیت میکنند. آخرین نفری که با جرم عضویت در جماعت تبلیغ محکوم به زندان شد صدرالدین ملایف معروف به ملا صدرالدین، داماد روحانی مشهور در منطقه کولوب ملا حیدر شریف زاده بود. ملا صدرالدین نیز در ترکیه به سر میبرد و ماه فوریه سال 2019 با وعده عفو مقامات از ترکیه به تاجیکستان برگشت، ولی ماه سپتامبر همان سال ملا صدرالدین را دستگیر کردند و در اول ماه ینور سال 2020 دادگاه شهر دوشنبه او را با جرم‌های چون افراط‌گرایی، زرخریدی و مساعدت به فعالیت‌های تروریستی به 12 سال زندان محکوم کرد. با گذشت یک هفته از مناقشه خونین در مرز با قرقیزستان، مقامات تاجیکستان بار نخست رسما شماره کشته شدگان و زخمیان از این جانب را اعلام کرد. خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت روز 6 ماه خبر داد که از جانب تاجیکستان در مرز اسفره و نویه باباجان غفورov 19 نفر کشته شده، 87 تن دیگر زخمی شدند. بنا به اطلاع رسمی برای کمک به عائله‌های آنها حکومت تاجیکستان 3 میلیون سومانی جدا کرده است و روز 5 ماه این کمک‌ها به عائله‌های جبری دیدگان سپرده شد. از جمله به هر عائله‌ای که عزیزان خود را از دست دادند 70,000 سومانی و به زخمیان از 10 تا 20,000 سومانی کمک کردند. رویخط رسمی کشته شده‌ها که خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت نشر کرده است چنین است: بختاور محمودوف ساکن جماعت دهه سرخ اسفره، صابرov واوب ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره، منوچهر قلندرov ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره، حکیمبای نیازوف ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره، نصرت الله نبیف ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره، حسن خان شراپوف ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره، دلیر ایشانوف ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره، ابراهیم هاشم زاده ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره، حکمت الله محکموف ساکن جماعت دهات چارکوی اسفره، مهروزالدین بالتایف ساکن جماعت دهات فرخور اسفره، نظام کریموف ساکن شهر کانی بادام، امیجان یوسفوف ساکن دهات افچی قلچه نویه باباجان غفورov، جسور سیارقلوف ساکن نویه دیوشتیج، اکبروف حسن ساکن نویه فرخور، اصلدین عبدالزمانوف ساکن نویه نورآباد، غفورزاده نیکروز نبی ساکن شهر ترسونزاده، صلاحالدین گدایف ساکن نویه خاولینگ، رجبزاده محمدالله رجب ساکن نویه مومنآباد، عبدالله سعیدوف ساکن نویه نورآباد. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و فرمانده نیروهای مرزبانی رجب علی رحمان علی روز 5 ماه از خانه 10 ساکن کشته شده اسفره شخصا عیادت کرده به هر کدامش 70,000 سومانی کمک سپردند. رجب‌بای احمدزاده حین بازگشت از اسفره به اهل عائله ساکنان شهر کانی بادام ناظم کریموف و ساکنان نویه باباجان غفورov امیجان یوسفوف که در جریان مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان کشته شدند کمک پولی سپرده است. همین طور مقامات محلی به هر کدام از عائله ها 9 قربانی دیگر در مومنآباد، نورآباد، خاولینگ، فرخور، دیوشتیج و ترسونزاده 70,000 سومانی کمک رسانیدند. بنا به اطلاع مأموریت ولایت ختلان، رئیس این ولایت قربان حکیمزاده روز 4 ماه شخصا به منزل والدان اکبر حسن اکبرزاد زاده نویه فرخور رفته است. این پرپرشه که نیروهای مرزبانی روز 29 اپریل در دهه خواجه اعلی خود را
برای نجات جان شهرداری اسفره بهاودین بهادرزاده که از کتفش تیر خورده بود سپر کرده از تیر سنایپر به هلاکت رسید. خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت خبر داد که احمدزاده همچنین زخمیان را در بیمارستان‌های اسفره و باباجان غفوروف نیز خبر گرفته به آنها نیز از 10,000 تا 20,000 سومونی کمک پولی داده است. جانب قرقیزستان تا کنون درباره هلاکت 34 نفر و جراحت برداشتن 149 کس از آن جانب خبر داده است. مناقشه پایان ماه اپریل در مرز اسفره با ناحیه بادکند قرقیزستان پرقربانی ترین مناقشه نه فقط در تاریخ نزاع‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ مناقشه‌های مرزی چند ده ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود. در اینترنت ویدیوی نشر شده است که گویا در جریان مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در اول ماه می رهبر هیئت قرقیزستان و رئیس کمیته امنیت ملی آن کشور قمچیبک توشیف از مردم تاجیک برای خونریزی اخیر در مرز دو کشور عذر می‌پرسد. این ویدیو موج واکنش‌ها را در بین کاربران قرقیز در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. در ثبت کوتاه دیده می‌شود که اعضای هیئت قرقیزستان از جمله توشیف و والی همکنون سابق ولایت بادکند اموربک سوانالیف در مقابل هیئت تاجیکستان برابر رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور سیمومین یتیموف نشستند و در طول مذاکرات وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم و رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده هم حضور دارند. ما به خلق محترم تاجیک در صلح و سازش زندگی خواهیم کرد. ما را ببخشید، میگوید توشیف در این ویدیو. بعد این سخنان برخی اعضاهای هیئت تاجیکستان تبسم میکنند و در پاسخ به توشیف تشکر میگویند. ولی خدمات مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 6 می در یک بیانیه کوتاه این ویدیو را فیک نامید. ثبت ویدیویی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی پخش شده در این باره که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و رئیس هیئت حکومت قرقیزستان در کمیسیه تعیین و علامتگذاری مرزها قمچیبک توشیف از هیئت تاجیکستان عذر می‌پرسد نوار ساخته بوده به ابرو کردن رهبر اداره را به هدف دارد. گفته می شود در بیانیه کمیته امنیت ملی جمهوری قرقیزستان در پایان ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان زده‌خوردهای خونین صورت گرفت که در جریان آن از هر دو طرف دست کم 53 نفر کشته و 236 نفر دیگر زخمی شده. حدود 300 خانه و مغازه و مکتب و گذرگاه‌های مرزی و انشاءات دیگر را آتش زدند. روزهای 1 و 2 می مذاکرات هیئت‌های دو کشور پیرامون مسائل مرزی دایر شد. دو جانب در این مذاکرات جهت آتش بس و خروج نیروها از نقاط داغ در مرز توافق کردند. همچنین توافق شد که الکی تا 9 می تصویر خط مرز در قسمت‌های بعضی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان انجام داده از خواجه اعلی تا جماعت وارخ در خمگشت سمت شرقی نقطه اهالینشین تنگی یک جایه روی ماشینگرد بسازند و به تصویر خط مرز در قسمت وارخ تنها ساختن این راه شروع کنند. با گذشت قریب 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا امروز تنها 504 کیلومترش پوره تعیین و علامتگذاری شده است. در قسمت‌های بعضی این مرز که اساساً در مرز اسفره و ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت تاجیکستان با ناحیه بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان جایگیر شده، هر سر چند وقت مناقشه‌های خونین روی می‌دهند. متن پروتکل‌های امضا شده در جریان مذاکرات روزهای 1 و 2 می هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان پیرامون مسائل مرزی تا حال نشر نشده است، ولی خبرگزاری خاور روز 5 می بعد 3 روز متن اظهارات مشترک رهبران هیئت‌ها سردار کمیته دولتی امنیت دو کشور سید مومن یتیموف و قمچیبک توشیف را نشر کرد. این سند برخی نکات مهم تفاوتات به دست آمده بین طرف‌ها در پی خونریزی‌های شدید پایان ماه اپریل را بازگویی می‌کند. نقطه اساسی در سند البته سرنوشت جماعت وارخ تاجیکستان است که از 4 طرف در احاطه قرقیزستان درمانده است.
جانب‌ها در مورد وارخ چنین توافق کردند تا به اتمام رسیدن روند دلیمیتاسیا، دیمارکاسیا و به رسمیت ضروری قانونی سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان با مقصد حرکت به ممانعت شهروندان، عبور واسطه نقلیات و مالهای جمهوری تاجیکستان، جانب‌ها روی ماشینگرد خواجه اعلی وارخ را در خمگشت سمت شرقی نقطه اولنشین تنگی یک جای می‌سازند و جانب تاجیکستان استفاده و نگهداری می‌کند. مقام این راه را سازشنامه علاهیده دولتی بین دو کشور معین می‌کند. به توپوگراف‌ها امر شده است که تحقیقات صحرایی این موضع را در زمین‌های منطقه بادکند تا 1 ایون سال 2021 انجام دهند. همچنین توافق شده است که تنها بعد انجام ساختمان راه ماشینگرد خواجه اعلی وارخ به تصویر لایحه‌ای خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان شروع می‌کنند. همین طور جانب‌ها به موافقه رسیدند که برای تصویر خط لایحه‌ای سرحدی دولتی در قسمت‌های از نقطه سرحدی 43 تا نقطه سرحدی 61، از نقطه سرحدی 135 تا نقطه سرحدی 141 از حجت‌ها و مواد مرزبندی ملی و حدودی سال‌های 1924-1927 و کمیسیای پاریتیتی سال 1989 را استفاده می‌کنند. به گروه‌های کاری توپوگرافی دستور دادند که خط لایحه‌ای سرحد را در این قسمت‌ها از 5 تا 9 ماه سال 2021 تصویر کنند. همزمان تا 17 ماه باید در منطقه‌های افچ قلچه نویه باباجان غفورов، چارکو، سامانیان، خواجه اعلی، شهر اسفره ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان، اینچنین نقطه‌های اهالینشین مقصد، کلندویی، لیلک، کوکترک، اوکسای، نویه‌های بادکند جمهوری قرقیزستان با اجرای کارهای توپوگرافی و تصویر خط لایحه‌ای سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در قسمت‌های بالوزک شروع کنند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 مای با امضای یک فرمان دکتر علم‌های حقوق شناسی امامعلی سیف‌الدین نصرالدین زاده را یاردمچی پرزیدنت عاید بر رشد اجتماعی و رابطه با جامعه تعیین کرد. امامعلی نصرالدین زاده که در انتخابات پارلمانی سال 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده بود، در مقام یاردمچی پرزیدنت اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده را عوض کرد. رحمانزاده که از سال 2014 طی 7 سال یاردمچی پرزیدنت و عملاً مسئول سیاست داخلی حکومت تاجیکستان بود، روز 4 مای به جای صادق امامی سفیر نو تاجیکستان در ازبکستان تعیین شد. امامعلی سیف‌الدین نصرالدین زاده 2 ایول سال 1966 در نایه سویت حالا تیمور ملیک به دنیا آمده. سال 1983 مکتب میانه رقم 8 شهر کنگورد و سال 1990 دانشکده آموزگاری و سال 2003 رشته حقوق شناسی دانشگاه ملی را ختم کرده است. او سال 2008 رساله نامزدیش را در موضوع پروبلم‌های تشکل فرهنگ حقوقی در شرایط بنیاد دولت دموکراتی در تاجیکستان و سال 2015 رساله دکتریش را در موضوع گسترش فرهنگ حقوقی در جمهوری تاجیکستان در شرایط عمیق گردیدن تفاوت‌های فرهنگی، تمدنی، مسائل نظریوی و عملی حمایت کرده است. امامعلی نصرالدین زاده سال 2017 عضو وابسته اکادمی علم‌های تاجیکستان انتخاب شده است. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 6 مای در مجلسش قرار کرد که موافق حساب علمی عید سعید رمضان در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه 13 مای سال 2021 تجلیل کرده شود. طبق این قرار نماز عید رمضان ساعت 6 دایر شده، امام خطیبان موظف کرده شدند تا برای رسانیدن کمک‌ها به محتاجان و نیازمندان، پیشگیری اسرافکاری‌ها در روزهای عید و صرفه و سرشته‌کاری مردم را جلب کرده خودشان نمونه عبرت شوند. شورای علما به آنهایی که مالشان به نصاب رسیده است توصیه داده است که می توانند زکات خود را در برابر فقیران و نیازمندان به خانواده‌های شهیدانی که در راه محافظت مرز و بوم وطن قربان شدند و عائله‌های آنها بی‌سرابان مانده است بدهند. شورای علما قبلا مبلغ صدقه فطر را طبق معیار شرعی
با حساب نرخ گندم 6 سومونی به سر هر نفر از نصاب زکات را موافق حساب شرعی 25,000 سومانی مقرر کرده گفته بود مسلمانان واجب الزکات از 25,000 سومانی داراییشان باید 625 سومانی زکات بدهند. همین طور با قرار شورای علما فتیه سون در ماه شریف رمضان سال 2021 برای صاحبان عذر شرعی و بیماران که از صحت‌یابی آنها امید نیست به مبلغ 360 سومانی برای 30 روز ماه رمضان مقرر شده بود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 5 می بر اثر بارشات شدید در بعض منطقه‌های کشور سطح آب دریاها بلند شده باعث زیر آب ماندن قطعه‌های زمین‌های نزدیک‌افتادگی گردید. اینچنین در چند مورد فروریزی کوهپارا ثبت شده است. از جمله در نتیجه باران‌های سیل بالاروی سطح آب در دریای آب مزار به قید گرفته شده قطعه‌های زمین‌های نزد افلگی زیر آب ماندند. به 2 خانه شخصی ضرر رسیده است. پول و سربند در جماعت دهات لاهوتی، جانبخت، غفار، میرزای نویه خوولینگ قسماً ویران شدند. اینچنین بارش شدید باعث پیدا شدن لایعوبه گردیده که آن به 15 قطعه زمین نزد حولگی، زمین‌های کورم و باغ‌های ساکنان دهه 40 دختران جماعت دهات به نام نظرف نویه مومن آباد ولایت ختلان ضرر رسانید. علاوه بر این سیلاب 20 کیلومتر راه محلی ماشینگرد و پول بین دهه‌های کلچشمه، غش و لچک را بست. 5 می در حدود دهه گیزن پایان جماعت دهات موغیان شهر پنجکند ولایت سوغد ریزش کوهپاره به قید گرفته شد. با مقصد پیشگیری حالتهای ناخوش 29 خانواده با تعداد عمومی 112 نفر به جای بیخطر انتقال داده شدند. همان روز در نزدیکی موضع خیخیک نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان ریزش کوهپاره صورت گرفته سبب موقتا بسته شدن شارع گردید. فعلا راه از کوهپاره تازه کرده شده است. آفتهای طبیعی مذکور تلفات جانی به بار نآوردند. و در انجام برنامه خلاصه چند خبر کریمینالی روز. یک ساکن 40 ساله جماعت میرزا رضا از ایثار به آن گمان برمی شود که طی 5 سال کارش در کارخانه خصوصی یک شهروند 49 ساله افغانستان 225,000 سومانی مبلغ برای خریدن عضوهای داخلی چاروا جدا شده را از خود کرده برای منفعت شخصیش خرج کرده است. این ساکن ایثار از سال 2014 تا 2019 در کارخانه شهروند افغانستان که در دوشنبه کار و زندگی می کند به حیث تأمین کننده محصولات کار می کرده است. ساکن 37 ساله قبلا هم با جرم قلابی سود شده نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه به آن گمان بر می شود که 2 اکتبر سال 2020 در کوچه آخوند بابایف با روی فریب به باوری یک مرد 35 ساله ساکن امین نویه در آمده از او با وعده از دبی آوردن ماشین گرانبها $50,000 گرفته است، ولی تا کنون او به جبر دیده نه ماشین آورده است و نه پولش را برگردانیده است. وزارت کارهای داخله گفت او این پول را به منفعت شخصیش صرف کرده است. یک زن 54 ساله ساکن نویه خراسان نیز با گمان قلابی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت این زن 1 یونیو سال 2020 با روی فریب به باوری زن 41 ساله ساکن پایتخت در آمده از او مبلغ 50,000 سومانی گرفته تا حال برنگردانیده است. این بود چند خبر. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.